من با رئیس سابق شهر پنجگین تماس داده که در بنا کردن این بنا و مجسمه زحمت ها کشیده بودم. اینجا اظهار تشکر بکنم رئیس مرحمت. و رئیس سابق ولایتمان عبدالرحمن قادری که در اون زمان برای بنا کردن و طرح زیبای مجسمه نیز زحمت ها کشیده بودند، به ایشان نیز اظهار تشکر میکنم. و رئیس شهرمان شخصی معارف پرور، سخی و جوانمرد که امروز افتخار داریم در این بزم ما این بزم رو برپا کردند و همه ادیبان و علما را اینجا جمع آوردند. اظهار سپاس از نام همه شمولان ابراز می‌نمایم. امروز من بسیار خرسند باور کردم به خاطر آنکه خیلی که استاد لایق 59 سالگی شنبه همه یک جای بودیم، گفته بودن که اگر خدا خواهد 60 به درایم در ورزشگاه میگذرانیم. 60 به نرسیدن، لیکن 60 سالگیشان 65 سالگیشان قید کردیم و امروز من خرسند که رئیس محترم 80 سالگی اینقدر در سطح بلند تجلیل کردن که من بهای استادان بزرگان ملت از همین منبر بها رئیس محترم تشکر زیاد. من یک بار دیگر همه مهمانان عزیز مردم شریف پنجکنت باستانی مردم عزیزم تبریک گفته سخن را به رئیس محترم میدم. هم به محترم اسلام زوزاده هیچ وقت دختر تلو نمیشود، لویق برای ما تلو هستند و میمونند. باز یک بار دیگه خوش آمدیدتان به شهر بوستانی پنجکنت. تشکر زیاد. ما امروز همه سابق رئیسانی که برای گلگل شکوفایی شهر پنجکنت سهمگزار بودند دعوت کردیم و خوشبختانه در پهلوی من 2 نفر هستند و همه شما میدونید همه همین پیشرویی که در شهر پنجکنت هست پیش از همه این سهم اساسی پیشوای معظم ملت است. خداوند پیشوای معظم ملت بر سر ما سایبان نگهبان باشد و تاجیکستان عزیز ما همه وقت گل شکوفان باشد و پنجکنت در ردیف همین شهرهایی که در حدود تاجیکستان است دائم رشد کنند. من امروز از تمام مهمان ها اظهار منتداری میکنم برای آنکه دعوت ما را پذیرفته به شهر باستانی پنجکنت آمدند و در یک جایگی ما تجلیل نمودیم زادروزی 80 سالگی استاد را و من هیچگاه فراموش نمیکنم وقتی که دانشجو بودم یک مرتبه با استاد بخوردم و در معرکه که ما بخوردیم از همه خردترین من بودم و وقتی که با من سلام کردن همین دستم را داشتن 1.5 دقیقه سر ندادن دست من، لیکن یگان چیزم نگفتن در همین چشمم نیا کرده ایستادن. من گمان میکنم که همین روز را از من انتظار بودم. خدا جاشان جنت کند. من به همه آن نفرانی که سهمگزار بودند از خرد تا بزرگ منتداری صمیمی خود را میرسانم از نام مردم شریف پنجکنت. سالی گذشته در همین روزها چه روزهایی بود که ما از همدیگر میگریختیم و همه در خانه بودیم. خوشبختی همین است که امروز ما تشنه شعر و سرود هستیم. من راستی در نزد استاد سخن گفتن بهت دشوار است و کوشش میکنم که همین خطا نکنم در سخنگویی و به هر صورت برای مادران، برای خواهران، برای مادری استاد لایق سری تعظیم فرود میارم برای آنکه چنین فرزند ملت را به وایه رساندم و برای شادروان همسری استاد لایق که برای به همین درجه رسیدن استاد لایق نهایت سهمی با سزا دارند و خود استاد میگویند که گر رود زیر زمین یا به سما خیمه زند هر کجا مردی بزرگ است
گرفتاری زن است. برای مادرای عزیز شاملتان خدماتان نور دیده تاج سر. بزرگان را بزرگان زنده می دارند، بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارند. من گمان میکنم که مردم شریف پنجکین همه بزرگ هستند، مردم تاجیکستان همه بزرگ هستند که استاد لایق را زنده نگاه داشتند و خدا کند که دائم همین خیل ما بزرگان خود را پاس داریم، نگاه داریم، احترام کنیم و در یک پارچگی تاجیکستان دائم در پرتو سیاست پیشوای معظم ملت متحد باشیم و آن دستورهایی که از جانب رهبریت ولایت سوق می شود اجرا کنیم و جشنهای آینده 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با سری بلند تجلیل کنیم. شبتان بخیر همدیاران عزیز، مهمانان عزیز و گرامی قدر. قدماتان نور دیده تاج سر. قدم هر که بر این سرا برنهاد با فرق سر و چشمی ما برنهاد. خوش آمدین.